دمنوش چای سبز هست و از اونجایی که بیشتری ها با خواص این گیاه خیلی آشنا هستن و اینکه جز توصیه هایی است که روزی 2 لیوان هم که شده از این چای استفاده بشه، برای تمام اشخاص با هر طبع و مزاجی مفید هست. ما داخل این دمنوش دارچین، گل محمدی، زعفران، هل و بهلیمو، تک تک اینها رو هم به جز هلش خودم آماده کردم و دارچینش البته تمام شسته شده است، کاملا قرار پودر بشه و یه دمنوش فوق العاده برای کنترل کردن قند خون، کنترل کردن چربی خون و کاهش بیماری های قلبی. افرادی که دیابت دارن نوع 1 و 2 کنترل میکنه، تقویت کننده سیستم ایمنی، کاهش چربی های شکمی. اکثریت مشکل چربی شکمی دارن، این مشکل رو به مرور خیلی سریع و خوب رفع میکنه. چون آنتی اکسیدان بسیار بالایی داره این دمنوش، به خاطر ترکیباتی که با هم در کنار هم قرار گرفتن، ضد سرطان بسیار خوبی هست، برای دندان ها مفید هست، برای حافظه مفید هست، برای ریه، برای موها، مقابله با افسردگی. این دمنوش شادی آور هم هست، با افسردگی مقابله میکنه و کاهش دردهای قاعدگی برای خانم ها و برای آقایان هم بسیار مفید هست. حتما این دمنوش رو به لیست غذایی هر روزتون اضافه کنید و ازش استفاده کنید. حتما روزی 2 لیوان باید شما چای سبز رو استفاده کنید. چه بهتر که یه چای ترکیبی باشه و بسیار خوش‌طعم، چون چای سبز به تنهایی بسیار طعم گس و تلخی داره. وقتی با این ترکیبات مخلوط میشه، چای بسیار فوق‌العاده‌ای رو به شما میده. مخصوصا که تمام گیاها رو من بهتون نشون دادم که از باغ چیدم و کامل شستم و گذاشتم خوش شده و همه تازه هستن. انشالله استفاده کنید، ما را هم دعا کنید.